سرخط خبرها. هلاکت رئیس جمهوری ایران در پی سقوط چرخبال. در مسکو خوابگاه مهاجران تاجیک و قرغیز سوخته است. کمیته دولتی امنیت ملی گفت سفرها به مناطق مرزی تاجیکستان محدود کرده می شوند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 می. مقامات ایران صبح دوشنبه اعلام کردند که رئیس جمهوری آن کشور ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجی امیر حسین عبداللهیان و چند مقام دیگر این کشور بر اثر سرنگون شدن چرخبال حامل آنها به هلاکت رسیدند. قبلا تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز اعلام کرده بود که با کشف محل سقوط چرخبال حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او تاکنون آثار از زنده بودن سرنشینان مشاهده نشده است. پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، صبح امروز اعلام کرد که حدودی 17 ساعت پس از حادثه باقی‌مانده های این چرخبال پیدا شده است. چرخبال رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر 19 می در شرق ولایت آذربایجان این کشور پس از فرودی سخت ناپدید شد. به گفته مقامات ایران، حادثه در پی هوای نامساعد صورت گرفته است. سقوطش این خود بالگرده که سقوط کرده و الان دارین اینجا تصاویرشو می‌بینین. این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما می‌بینید که متاسفانه بالگرد به این سبک، به این شکل تو منطقه سقوط کرده. رسانه‌های ایران روز 19 می خبر دادند که در داخل چرخبال ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، حسین عبداللهیان، وزیر کارهای خارجی این کشور، رئیس ولایت و امام نماز جمعه تبریز قرار داشتند. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرغیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه متروی نوی چریاموشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوخته را هنوز شرح ندادند. مهلت حبس 3 زاده دیگر تاجیکستان که به حمله مرگبار به کراکو سیتی هال در روسیه گمان زد هستند 3 ماه دیگر تمدید یا دراز شد. دفتر مطبوعاتی دادگاه بسمنی شهر مسکو در تلگرام کانال خود خبر داد که برادران امینجان دلاور و پدر آنها اسرائیل اسلامپور شهروندان تاجیکستان تا 22 آگوست در حبس خواهند بود. مقامات تفتیشاتی روسیه آنها را در کمک به آماده سازی حمله تروریستی متهم می‌کند. هر 3 عضو عائله اسلامپور روز 25 مارس 3 روز بعد از عمل تروریستی بازداشت شدند. نزدیکان چندی از آنها در تاجیکستان به اتهام اعلان شده باور ندارند. خود آنها نیز خواهان بازبینی پرونده شدند اما پاسخ مثبت نگرفتند. بر اساس قانون‌های روسیه مفتشان باید تا آخر ماه آگوست عیب آنها را دقیق کرده پرونده را برای بررسی و اعلان حکم به دادگاه فرستند. تا این ده مقامات روسیه دلیل پیشنهاد نکردند که دست داشتن زادگان تاجیکستان را در حمله اثبات کند. رحمت الله ظاهرов، حقوقدان شناخته، رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و در گذشته مشاور و بعدا مخالف پرزیدنت تاجیکستان، روز 18 می در 67 سالگی در دوشنبه درگذشت. علت مرگش دقیق نیست. بعضی از همصفان سابق ظاهرов گفتند که او ماه‌های آخر بیمار بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارانمان ارشاد سلیمانی و امیر اسایف همراه می‌بینیم. مراسم ویدا با رحمت الله ظاهرov، حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، با حضور اندک همصفان، دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر امروز 18 می 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. وقتهای اخیر معامله نمیکرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خشتبار، با ما، هم دیه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من چند وقت باز ندیده بودم. در گذشت رحمت الله ظاهرov واکنش‌های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. محیدین کبیری، رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان
در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت زایروف همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند. نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلالیت دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه در آخر کار تحت فشارهای زیاد، تحت این همه در نتیجه این همه نیرنگ ها و دسیسه هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت حزبی او عملی شدن، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچون یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد. رحمت الله زایروف یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیون تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیات را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا داد و با فعالیت سیاسی پرداخت. اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه مای 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله زایروف چندان روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله زایروف و همراهان او، هم عقیده های او، هم حزبان او و هم کسبان او در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کم شمار ما برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پیکار کردن را به مردم آموزاندند. رحمت الله زایروف را از کسانی می‌دانند که برای نهادینه کردن ارزش‌های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. میشود گفت که همچون یک زیایی با سیاست وارد شدن، یک زیایی که می‌خواستند اثبات کنند، نشان بدهند که سیاست اونطوری که تعریفی زیاد شده است، یعنی کار افلاس نیست و برای همین خیلی آدمی راست و روشاد بودن. مثلا اگر در ذهن بعضی ها مثلا سیاست این باشد که یک سیاستمدار آدمی مکار و بازینگر، این چیز رحمت الله حمیدویچ این چیزا نداشتن. از این نقطه نظر می شود گفت که اگر سیاست همین گونه تعریف میکنن و قبول میکنن، زایروف سیاستمدار نبود، ولی یک زیایی، یک آدمی زیایی که واقعا هم توانست اندیشه های را، یک پرینسیپ های را در جامعه معرفی کند، نهادی نکند. حتی از نظر هماندیشان زایروف، او در سالهای 90 با تأسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلام یا حزب دیگری که اشتراکی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگرها نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با وجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. باعث تأسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است، بارها رحمت الله زایروف موردی لحتکوب قرار گرفت، می توانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکتریش نیز حمایت کند، ولی همچون نامزد علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوص مقامات امنیتی سابق شوروی با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خواست مشغول شود. خیلی کارها را انجام داد، قالب شکنی کرد، رابطه را با سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی خارجی وطنی تامین کرد، آشکار بود، دسترس بود، اما باعث تأسف است که اخیراً مریض شد و در نتیجه این مریضی ها که عامل‌های بسیار سوبیکتیوی و ابجکتیوی و واقعیت‌های تاجیکستان را دارد، امروز وفات کرد. زایروف در بهار سال 2023 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی، شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت‌های تاثیرگذار را به حزبش جلب کرد. رسانه‌ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت طرح‌ریزی کرده بود و
باید به کنستیتوسیه می آمد ربط دادند. تلاش های فراوانی او نتوانست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود میخواست نامزد مقام رئیس جمهور شود، اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق عین حال بابا نظر را موافقت کرد. برخی چهره های مخالف او را کسی میدانند که معتقد بود سرانجام به هدف میرسد. نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظام افراطی به جوانهایی که در این راه بودند نیرو میبخشید و میبخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستیتوسیونی در تاجیکستان به این هدفهایشان میرسند. نزدیکان زایروف میگویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه های رسمی و عنعنوی را در نظر نمی گرفت. با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم. همونجا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیتی بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه، نسبت به عامل های تاریخی و اقتصادی و فرهنگی و دیگر عامل های پیشرفت جامعه. به رسمیت ها اونقدر اعتبار نمیداد. یک درجه مستقل بود. من راستی که با فعالیت سیاسیش اونقدر از فعالیت سیاسیش واقف نبودم. یک دو بار نصیحت کردم. گفتم که با رفت جامعه اندک توجه کن. خیلی نمی شود که رادیکالیزم باشد، یک به طریق همین رادیکالی جامعه را دیگر کردن این چیزا ممکن نیست. گفتم که گوش نمی کرد. خیلی شخص دانشمند بود. خیلی در همون علمم میخواست یک فکر خودش، عقیده خودش، رویه خودش رو داشته باشد. زایروف زاده دهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوی اوکراین را ختم کرده 2 سال استاد این درگاه بود. سالهای 1986-93 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کاری وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسان دانسته می شد که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. طی 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده بود. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد و برای رسانه‌ها دستنارس باقی ماند. رحمت الله زایروف در برابر حکومت موضع‌گیری‌های بسیار شدید داشت و تلاش می‌کرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. مثال عادی من همه 2013 تا 2018 رو 12 بار 4 بار اگر با آفیس ما هجوم کرده باشند، 8 بار با من هجوم کرده باشند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرد، اما هیچگاه نتوانست رسما 105% را گذرد یا در حوزه‌های یک مندتی پیروز شود. رحمت الله زایروف مقامات تاجیکستان را همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم کرد. نماز جنازه او در مسجد محله نزدیک به خانه‌اش خوانده شد و او را در آرامگاه سراسیای دوشنبه به خاک سپردند.
ساکنان برخی از مناطق تاجیکستان از آمدن سیل خرابی آور و ضرر آن به دهات خود خبر می‌دهند. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی روزهای 18 و 19 می از ناحیه‌های فیض‌آباد، نورآباد و بلجوان فرستادند، دیده می‌شود که سیل شدید کوپروک و برخی از راه و زمین‌ها را خراب کرده است. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در پی بارشات زیاد و آمدن سیل در حدود ناحیه درواز، روز 18 می راه ماشینگرد سمت شمس‌الدین شاهین درواز بسته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار داده است که خطر آمدن سیل، ریزش سنگ و یرچ به بسیاری از مناطق کشور تا روز 22 می ادامه می‌کند. در این روزها احتمال بالاروی سطح آبی رودخانه‌های زرافشان، آبی خنگاب، سرخاب، یاخسو، قزلسو زیاد بوده است. مرزبان‌های تاجیکستان از شهروندان جمهوری و خارجیان خواستند که به شناسنامه یا سندهای دیگری تصدیق کننده هویت به منطقه‌های سرحدی در ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان نروند. این دو ولایت در سرحد با افغانستان جایگیر است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان روز 17 می در بیانیه گفتند که به رعایت چنین طلبات در آمدن به منطقه‌های نامبرده اجازه دادن نمی‌شود. در پاسگاه‌های سرحدی درآمد و برآمد شهروندان را زیر نظارت جدی می‌گیرند. مقامات سبب را به وضعیت منطقه و جهان و کوشش سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای غیرقانونی گذشتن سرحدهای دولتی و عمل‌های ضد بشری تروریستی در نقطه‌های گوناگون سیاره از جمله جمهوری تاجیکستان ربط دادند. و بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز به خبر نمانیم. 20 می سال 2020 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت اعتراض کارگران چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسار که آلتین تاپکنی پیشینه می باشد خاموش کرده شد. آن روز حدود 60 کارگر چینی شرکت به نشانه اعتراض به خاطر دریافت معاش و هم از بسته شدن راه به سبب پاندمی کرونا ویروس کارشکنی کردند. مقامات گفتند از راه مذاکرات این بحران حل شد. کارخانه سال امکان کارکرد 1 میلیون تن معدن سربروح را دارد. 20 می سال 2015 وزیر معارف تاجیکستان نورالدین سعید گفت از سپتامبر آن سال تمام لیسی‌های ترکی در کشور به مکتب‌های خوانندگان بالیاقت تبدیل شده تعلیم زبان ترکی نیز لغو می‌گردد. کارشناسان گفتند بستن مکتب‌های موفق ترکی در تاجیکستان در مشورت با انکره کرده شده است که این مؤسسه‌ها را مربوط به روحانی مخالف حکومت ترکیه فتح‌الله گولن می‌نامند. 20 می سال 2020 در دوشنبه سیف رحیمزاده افردی نویسنده و رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کشته شد. قتل او را ادامه سلسله کشتارهای شخصیت‌های معروف جامعه می‌نامند که با اتهام مقامات رسمی کاری دست گروه‌های مربوط به مخالف حکومت میباشد. 20 می زادروز دو شاعر معروف تاجیک مومن قناعت و لایق شیرعلی است که هر دو برای رشد فرهنگ و شعر تاجیک عمر خود را بخشیدند. مومن قناعت در 86 سال عمرش با شعرش دعوت به خودآگاهی و خودشناسی کرده است. لایق شیرعلی 59 سال عمر دید ولی یکی از مردمی ترین شاعرانی بود که با یک شیوه نشانرس و روا از وطن و ملت و عشق و محبت ستایش کرده است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 119 سومانی، 100 یورو به 1178 سومانی و 100 دلار 1086 سومانی عوض کرده می شود. بیننده های عزیز، شما برنامه نوید بام نادی رو تماشا کردید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.